مسئله است. بناهن اوالا به کتاب اونمو اهل تشیع میدهم، کتاب الکنا والالقاب، از یک محدث تشیعی که از قم هست، قمی آدرسش. پس این تأثیر منفی از لحاظ موسیقی بر روح و روان انسان ها در دنیای بشر. بیاییم به گوش انسان. گوش انسان رم از لحاظ طبابتش یادتان باشه، یکی خود چقری، نمی چقری که در بغل گوش ماست، پیشتر از این میری به نام سماخ، یک سوراخ دیگر است. وقتی که یک آواز و صدا می آید به او استقامت رفته، او را یک تکان می دهد. در اونجا 3 استخوان داریم از لحاظ طبی و بدنشناسی و آناتومی، به نام استخوان چکشی، به نام استخوان سندانی. چکش و سندانی چی را خو میفهمین نه؟ چکش و سندان آهنگره، استخوان چکشی و سندانی و رکابی سومش. این 3 استخوان به گوش درونی میبرد. اونجا یک پردگه کیست که میلرزاند، به نام اصطلاح طبی سلول و حجره میگن. ما از شما پرسان میکنم که سلول و حجره را بدانانم، اصطلاح طبی است. وقتی یک چیزی که میبافنه زنانه که یک قالین و چیزا میبافن تاردوانی میکنن، یعنی جال 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 کسمی سوراخکار چی میگن؟ سوراخ دیگه، سوراخ میگه. هر چی که میگه بدن انسان مثل اونموت شکل بافتگی است. بدن انسان شکل چیست؟ بافتگی است که سوراخ داره. او را به نام سلول و حجره میگن، سلول ها میگن. در اینجا وقتی که در او پردگک رسید، توسط میلیون ها میلیون سوراخ، توسط میلیون ها میلیون سوراخ، یک تا دو تا دو تا سه تا نه، در اونجا که در اونجا در هسته مایی قرار دارد، یک دوره حس میشه، این یک درک میکنه که چه چیزی آمده. بعد از آن ما او را میشنویم. ولی آنن کل از چی است؟ آنی است. آنی بدین وسیله وقتی که شما میبینین که او پرده را میلرزانه، گفتم نه، وقتی که آواز میشنویم و پردگه که یک دوره چی میکنه؟ میلرزانه. قبلا تشریح کردیم زل و بم، زیر و بمی که موسیقی داره، او پرده را از حالت عادیش بیشتر میلرزانه. از حالت عادیش چی میکنه؟ بیشتر میلرزانه. سرانجام قوه باصره شنیدن انسان چی میکنه؟ بگو خراب میکنه. روبرت و شومان آلمانی الحمدلله در 18 سالگی آغاز موسیقی کرده بود، در 42 سالگی اردویشان کر شدن. اردویشان در 18 سالگی آغاز تحصیل موسیقی بود، در 42 سالگی چی شدن؟ کر شدن. طبابت مبنی بر تجربه هست، ثابت کرد که گوش و نوای انسان را هم موسیقی چی می ساخته سرانجام. اگر شما بسیار شک دارین در تلفنی که 7 سال در افغانستان بیشتر عمر ندارد، اگر کسی که میگه تأثیری منفی به گوش نداره، او فکر نکنم تجربه کرده باشه. شخصا ما به می حد رسیدیم که راز مخصوص نباشه، ما بلندگوی میزنم، اصلا بد میخوره سری ما. کسی که می تجربه را داره که به گوش تأثیری منفی کرده، تلفن دستش بلند کنه. ببین ساکو که چقدر میشه، خود ما هم در جمع شما چقدر میشه. اساس ازی که آواز غیر مثلا عادی یا زیر و بم یا شنیدن یا تلفن هم بعضی چینایی‌ها بسیار آوازش بلند است، پس اونمو پردگک را از حد نرمال بالاتر میلرزاند. بناهن هسته شنیدن انسان را چی میکنه؟ خراب میکنه. اینک تأثیر منفی موسیقی بر سر چی شد؟ بر سر گوش. عین شکل و چشم، عین شکل به چشمی که در صفحه تلویزیونی نوردار همیشه متوجه هستی، با نمو شکلی که قبلا اشاره کردم، امو 2 هسته به نظم میشه. چشمم سرانجام دیدش به کمترین زمان از بین میرود. بس بود این نتایج خطرناک و منفی موسیقی از نظر اسلام عزیز. مگر قرآن هم فرموده بود یک نواری که اگر یادتان باشه، فساد مدرن با وسیله تکنولوژی همزمان به تایید مسائل طبی قرآن گفته بود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گوش شما، چشم شما، قلب شما، همین 3 چیز عمدتاً همه اندام شما پیش خدا مسئول است. پس این گوش تو به گوش شنیدن موسیقی کار کردی و این چشم به دیدن تلویزیون کار کردی و او قلب به نظم کردی، ضربان از بین بردی. آیا به درگاه خدا جواب دادن ندارد؟ بلند بگو ندارد. پس این هست نظر اتفاق دنیای طبابت شیعه، سنی، مسلمان، کافر، از شبر تا شومان آلمانی، هر آن جایی که میرین نظر اتفاقی پیامد منفی موسیقی. اجمالی میرم. حالا شماره بگیرین که چندین ضرر کرده، عمر انسان را کوتاه کرده. یک، تقریبا به این تایید دارم 13 نفر از موسیقیدانان جهان امروزی
از 36 آخرین عمر تا 45 جان داده اند. 13 نفر، بعضش در 26، بعضش در 30، 35. الا آخرین عمرش چند بوده؟ 45. ببینین از 26 تا چند گفتم؟ 45. 26 ما بین 45 و 26 13 نفر از موسیقیدانان دنیای مشهور جان داده اند. اول پیامد منفیش چی بوده؟ کوتاهی عمر. الله و پیامبر می فرماید، پیامبر صلی الله علیه و سلم، عمری که برای خدا نباشد بی برکت و ناچیز و کم است. عمری اگر اعتراضات سابقه بن اسرائیل میکنه از خودتان باش. دوم، گهی انسان‌های موسیقی نواز و موسیقی شنو غمگین میباشند. غمگین هستن یعنی بگو از. دو، سومش ضعف اعصاب، چهارمش اختلال دماغ، پنجمش مشکل قلبی، ششمش خودکشی. وقتی که در موسیقی میبینن کسی به کسی بای فرند و گرل فرند عاشق و معشوقن، موفق نیستن، خود را میکشه. بلند آواز بگوین که کشته نکشته. پس در افغانستان در بلخ هم کشت یا نه؟ کشت. پس یکی از پیامدهای منفی شنیدن موسیقی چی بوده؟ خودکشی. و اصلا او از این تعلیم صفحه تلویزیون نیست. ای که از تلویزیون یاد گرفته، اون نفری که اصلا خود کشته او از کجا یاد گرفته؟ او از شنیدن موسیقی تاثیر سر روح و روانش آمد، خودکشی کرد. هفتمش فشار خون را به نظم می سازد. هشتمش عامل فحشاست. نهمش گوش را از بین میبرد. دهمش چشم را از بین میبرد. یازدهمش انسان اراده ندارد. انسانی که دائم به موسیقی علاقه داره چی نداره؟ اراده. تصمیم نداره، اراده نداره، عزم متین نداره. یک آدم الهی است. نه کسی در گپ ازو باور میکنه، نه در خرید ازو، نه در دستش، نه در نقدش. میگه یک آدم الهی است. با آواز بلند بگوین کسی یعنی سلب اراده. و دوازدهمش سلب غیرت. وقتی که در پرده موسیقی میشینه، خواهرش هم است، مادرش هم است، فامیلش هم است، 100 رقم فجایی در صفحه تلویزیون است. بگو که هست یا نه؟ پس این غیرت هم از بین میبره. هرچی 13مش یک نوی مرض را به نام مانی میگن، او هم نوی دیوانگی است، او مرض را به بار می آورد. و 15مش برده هوا و هوس می شود، غلام خواهش و نفس می شود. انسان به جایی که غلام خدا شود، در اثر موسیقی غلامی کی میشه؟ بگو. 17مش 16مش روش لغو. تمام زندگی از بچی تیر شده، به لغویات تیر شده. این هست پیامد منفی موسیقی از نظر طبابت. تکرارا میگم، سایت گوگل ممکن عربیش خو احادیث است که سایت حدیث است یا احادیث نیافتین، باز هم من در خدمت شما هستم با آدرس مشخص که اونجا هست که دنیا شنیدن. کسایی که خفه میشن جواب را برن که اینترنت جنگ شروع کنن. ولی جمعه گذشته ما یک گپ زده بودم، یادتان باش، و همی بود رسول صلی الله علیه و سلم گفت یکی از پیامدش فرو رفتن به چیست؟ فرو رفتن به چی بود؟ ما عادت دائمی ممیست که نام یک ساحه را مشخص نمیگیرم، ولی اینجا بجای است که بگیرم. ساعتی حوالی 11:10 اینم امروز 11:10 ساعتم قید کردم. کسی از اولوسوالی در یوسف زنگ زد، گفت سلام. بعد از سلام و پرسانی دموکی کدام قریه است؟ دموکی یا دموکی؟ از روزی که چند روز پیش زلزله شد تا این امروز زلزله ادامه داره. از روزی که قبلا چند روز میشه در نظرتان؟ 15 نخواد شوه، کمتر. نه ولسوالی در یوسف قریه دمکی یا دموکی؟ خود درست هرچی که است. 20 خانه فرو رفته، مسجد کت هجره امام فرو رفته و امام هم جان داده به درگاه الله رفته. آیا این به این معنا نیست که اما خراب هستند؟ خدای نخواست تعبیری غلط نشود. شما میگین که جنگل سوخت رو خشک نمیگه. آیا چقدر فاصله بین بلخ و در یوسف است که ما عبرت نگیریم؟ الله متعال نشود که اون لرزاندن 15 روزه و 10 روزه را در بلخ بیاورد. اونا از خانه خود برآمدن جای دیگر رفتن. این مردم کجا میره؟ نفوس بیشتر از حد. این امروز زنگ زد که با ما دعا کنیم که الله از این مشکل ما را نجات بدن.
که فکر کنین چند روز میشه هنوز زلزله نمانده، حتی مسجد و حجره مسجد به زمین فرو رفته، ملام رفته پشت کارش. الله متعال اول مرا توفیق عمل نصیب بگردانه، بعد از آن کافه ملت مسلمان را، حاضرین مجلس ما را، همه مسلمانان را توفیق عمل و مستقیم برای دین بگردان. دوستی زنگ زدن که فرزند ندارن، فرزند صالح الله برایشان نصیب بگردانه. این مسلمانانی که در یوسف و این مشکل دچارن، دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولی هم است که دعا کنن که الله اونا را این از این مشکلات ها محفوظ نگه دارد، مشکلشان دور بگردانه. پیشنهاد دومیم کسایی که توانمندی مادی دارن سفر کنن برن که از اونا همکاری کنن. این دو پیشنهاد مدارم، الله به شما توفیق عمل نصیب بگردانه. دیگه دوستای هم زنگ زدن بیماری دارد در خانه هایشان، با انواع مختلف مشکلات دارن، مشکلاتشان الله دور بگردانه. دوستایی که در اینجا بیرون درون در زیر گرمی ها به خاطر شنیدن کلام خدا می آیند، در اردو دنیا کامیابی نصیبشان بگردانه. حلقات دعوت، درس، تدریس، مدارس، مراکز دینی ما در هر جایی که هستند دائمی بگردان الله. دوستایی که با ما در این راستا همکارند در هر جایی که، خصوصا یاران ما که منتظر دعا هستند، در اردو دنیا کامیابی نصیبشان بگردان.